اگه میخواین ویدیو رو تا آخر ببینی همین الان برو میز مزت رو بچین. پس سلام، رسول هستم، اومدیم با ویدیوی جدید. بریم سبک سنگین بزنیم. همونطور که تو ایران کلی قهوه خانه قدیمی و اصیل و با اون وایب قدیمی داریم، تو مسکو هم همینه، یعنی تو خارج از کشور هم همینه. اینا هم از این چای خانه و قهوه خانه قدیمی دارن، ولی با این تفاوت که مشروب الکلی هم دارن. مثلا فکر کن نشستی توی قهوه خانه، به جای که به چای بدن تو استکانه قدیمی مثلا آبجو بهت میدن، بعد آبجوهای اصیل و خفن. الان قراره بریم یکی از اون جاها. پس همین الان دکمه حسابو بزن، معدت هم خالی باشه چون قراره سنگین بزنیم و بالا نیاری. تگری تایم. خب آقا ما نشستیم، سریع واسمون منو آوردن. فقط محیطشو من خیلی دوست دارم، واقعا سیس باحالی داره. اینکه ببینید کلا اینجا مشروبه، این مثلا تو این فیلم وسترنیا هست که میان اینطوری میکشن از بوشی واسط مشروب میاد. خیلی باحاله. ببین وای با آدمای مشهوری که اومدن اینجا. آقا تقریبا داره آماده میشه سفارش ها. این سیب زمینیش عجب خوشمزه است. وای وای وای. بعد این چیپس هم گفتن که خودشون درست کردن. بابا نزن بذار امیررضا برسه دیگه. نمیتونم چه؟ نه خدا وکیلی وایسا برسه. بچه‌م پوفیوز نباش آقا. میگن کسی که فقط بشینه جدی دارم بهت میگم بذار امیررضا برسه. شفافیت آبجو رو ببین، کله جواد نگاه. نزن بذار بیاد بابا. خود تو صلواتی بفرست. وای راستی روزه نه افطار گذشته، شبا بودم. بذار بیاد. آقا دقیقاً 30 دقیقه گذشتی آقا تازه رسید. نه ناموسن چرا؟ اصلا چه مشکلی آقا؟ از زود میرسیدن فوش داره. بابا آبجو سرد شد، البته که سرد بود. غذا سرد شد. ای چیه که بنزینه؟ بدبخت انقدر نگاهی کرد اصلا تو کف ماند. بیا دیوانه شده با من رفتن دوربینی بره. سلام خوبی؟ این بچه آبجوه. بس دیگه گایدی ما رو. نه ما این برو بیزنس بودم. بریم آره تا بریم زنده خواهیم. بیاید آقا یه پیک اولا بریم سریع. نوش انشالله سلامتی هر سه. نه به جان تو خاک دم. مزه ببین تو چیه. جوان نریزش. برو آقا تا اینجا که گذشته نفری 3 تا از اینا 2 تا از اینا 3 تا کامل زدیم. الان 4میه ولی جواد کلا نیست. خیلی دنیاش باحاله. کله ها یه کوچولو سنگینه ولی جواد فکر کنم یکی گرفت. من بیشتر با مشروب حال میکنم. مثلا چیه؟ آبجو حال نمیکنم. اصلا آبجو بگیم نیست، مشروب. آبجو مشروب حساب نمیشه؟ نظر منه. آره واقعا. همین آجی منم خوبم. چند تاست؟ امیرم الان نگاه جوک نمیگیم، امیر میخنده. امیر سعید امیر به نظر تو چند نفر رو ماه الان دارن رو پایی میزنن؟ اصلا افراد کرام آره اصلا جواد داره ساعت 11:30 شب افتری داره قیمت پراید داخل مسکو چک میکنه. امیدم که کلا رفته رو دور خنده. تا الان داشت میگفت بال مرغ کجاست؟ بعد میگم امیر اینجاست. بعد میگه که نه مرغ قایم شده. خدا چرا انبر دست داریم انبر پا نداریم؟ یه سوال چرا دمپایی داریم دم دستی نداریم؟ آقا اگه 2 تا تندر 90 درست گفتم. 2 تا تندر گفتی؟ نه حاجی نگرفتا. 10 چی میشه؟ تندر پلاس؟ نه در 98 همدیگه رو مگان. حالا نگرفته. میدونی چرا ماهی با هم دست نمیدن؟ دستشان خیسه.
آقا شفافیت رو ببینید دوباره. سلامتی همه اونایی که ما رو سابسکرایب کردن. خدا شکر. سلامتی قم چی سلامتی جام نوش. خدا رو شکر. آقا ما آبجوهرم زدیم ولی دیدیم باز جا داریم بزنیم. مثلا همین الان میخوام چندمی رو بزنیم امیر؟ پنجمی، ششمی، چهارمی یادم نیست. بعد حالا بستن، اینا بستن 1,340. آیه رسید خوبه. واسه همین گفتن که نمیتونیم واسه شما بزنیم، بستیم تعطیل کردیم دیگه. گفتیم که یکی واسمون بزن با خودمون ببریم. کلا تجربه بار اومدن واقعا جذاب بود. مثل اون قهوه خونه خیلی باحال. همه چای خونه با چای قهوه خونه دید چقدر تفاوته. دقیقاً عین همونه. با اینکه کلی توی فروشگاه ها مشروب هست، آبجو هست، نمیدونم همه چی میتونید بخرید خیلی آزادانه و راحت، ولی این آبجویی که اینجا داره نمیدونم چطوره، نمیدونم فرقشه، هیچ اطلاعی ندارم. حالا به روسیه سری توضیح هم دادن. چه؟ موزه. حالا به روسیه هم سری توضیح دادن، من نفهمیدم چی گفت ولی واقعا مزهش فرق داشت. خیلی دوست داشتم. بس ما بالاخره زدیم بیرون و تو راه خونه هستیم. البته تا زمانی که مترو بسته نشده کلمون یه کوچولو بگیرایی هنوز داغ هست. ولی الان یه مسئله خیلی مهمتر از این داریم که امیر شاش داره. بارم یعنی ما الان باید بریم یه جا پیدا کنیم اینا تخلیه کنن. درخت نداری تو موسکو؟ الان هوا سر دم درخت‌ها خوش شده. اگه دوست دارید امیر هر چی زودتر بشاشه و خودش رو خیس نکنه کانال ما رو ساب کنید. دقیقاً آفرین. و توی کامنت اگه سابسکرایب نکنید امیر نمیشاشه. اگه سلامتی مثانه امیر و جواد واسهتون خیلی مهمه همین الان کانال رو ساب کنید. مسافرم خاطر من خدا ساب کنید. وای امیر دستشویی پیدا کرد. امیر دستشویی پیدا کرد. امیر برو. بله دستشویی اینجا پولیه. وای امیر رو گرفته. بله دستشویی بسته است دوستان. وای مثانه امیر ببینید امیر شکمش ورم کرده. سلام من تازه مغزم لود شده. چه خبر؟ چطورین؟ مغزم لود نشده. آقا دیشب ما تو افتاده نگاه شما کجای دنیایی؟ ایرستاکس فلور. خیلی شب سختی بود، خیلی شب دردناکی بود دوستان. کلا میخوام بهتون بگم اصلا الکل نخورید، خوب نیست، فقط چای بخورید. و این ویدیو فقط صرفا برای این گرفتیم که به شما معرفی کنیم بارو. روزت بخیر برادر صبر من. آقا من اصلا نمیدونم دیشب چیا ضبط کردم، نمیدونم دیشب چیا گفتم تو ویدیو. امیدوارم که آبروریزی نکرده باشم و ادیتورم راجع به من فکرای بد نکنه. ادیتور خوبی داریم، گله. آیدیش اینجاست، برید باش همکاری کنید، کارش بیسته. بروبکس اول از همه مشروب نخورید واقعا. نفری 3 تا از اینا، 2 تا از اینا کامل زدیم، الان 4می. دوما اگه میخورید چیز خوب بخورید، واقعا دست از مسال اصلا سمتش نرید، چیزای اورجینال بخورید. سوما کم بخورید. هم چندمی رو بزنیم امیر؟ پنجمی، ششمی. چهارم با آدم خوب بخورید. پنجم روی فاز خوب بخورید. ششم نخورید دیگه، مراقب سلامتیتون باشید. آقا اگه دوست داری این سبک ویدیوها رو تو کامنت ها بهم بگو، این سری بریم چیزای جدید امتحان کنیم، البته اگه زنده بمونیم. ولی لطفاً چیزای خوب بنویسید، مثلا بگید غذا، نگید مشروب، من مشروب دوست ندارم. دمت گرم که تا اینجا یه ویدیو با من همراه هستی، واسه حمایت از منم شده. اگه عشق کردین دکمه سابو بزن، زنگولش هم بزن، چون ویدیوی بعدی میخوام با یه موضوع باحال‌تر بیام پیشت. پس من دستم گیره. خیلی مخلص.